درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 64. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی بر راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتاب هفتم، باب پنجم. در برابر این فرمایش داد که بابوریان به این سربازان نیز مزد دهند، زیرا می‌خواست بابوریان را به احتیاجاتی هرچی شدیدتر گرفتار سازد تا که آنها را بیشتر و آسانتر در طاعت و فرمانبرداریش نگاه داشته تواند. این نهاد محافظان شاه که در آن وقت تأسیس یافته بود، مانند قوه‌های محافظ بابل تا به امروز در شکل پیشتره خود وجود دارد. کوروش درباره آن بیشتر اندیشه می نمود که چطور قدرت نو تأسیس را در دست خود نگاه داشتن و با آن مالکیت نو را همراه کردن ممکن است و خلاصه آمد که زرخریدان او باید از نگاه شجاعت نسبت به اهالی اصطلاح شده برتری داشته باشند، هرچندی که در شماره از آنها کمترند. او چنین می شمارید که این آدمان دلاور را که با کمک خدایان غلبه به دست آورده بودند با خود نگاه داشتن لازم است و تمام قوه را باید به کار برد تا که آنها مشقهای جسارت و دلاوریشان را ترک نکنند. اما برای آنکه به نظر چنین نرسد که این کار را بر دوششان او بار کرده باشد و این چنین برای آنکه خود آنها نیز بهتر درک کنند که ترتیبات پیشتره را نگاه دارند و مردانوار مشق کنند، حاماتیم‌ها و عموماً همه آنهایی را که در وظیفه‌های فرماندهی فعالیت می نمودند و در صورت آنهایی که داوطلبان ارزنده مکافات‌ها را می دید به نزدش دعوت کرد. وقتی که آنها جمع آمدند با ایشان چنین گفت:
دوستان و هم پیمانها، ما باید از خدایان منتدار باشیم که به ما امکان دادند که تمام آرزوهای خود را عملی سازیم. در حقیقت ما حالا زمینهای کشتباب و حاصلخیز و آدمانی داریم که در آنها مهنت کرده ما را با تمام اشیای ضروری تأمین می کنند. ما این چنین خانه ها داریم و آنها با تمام اسباب و انجام ضروری مجهزند. در عین زمان یگان کسی از بین شما نباید فکر کند که با صاحبیت به همه این او صاحب مالکیت کسی دیگر باشد. در تمام جهان از روز ازل قانون زیرین وجود دارد. وقتی که شهر دشمن ضبط کرده می شود، در این شهر همه چیز، هم آدمان و هم اموالشان به مالکیت استیلاگران مبدل می گردد. از این رو شما نه بر خلاف قانون صاحب چیزی نخواهید شد که حالا در بساطتان دارید، بلکه برعکس تنها از روی مهربانی خود مغلوب شدگان را از آن چیزی که به آنها گذاشته اید محروم نکنید. در خصوص حیات آینده امان باشد عقیده من چنین است. اگر ما به گرداب بی‌پروایی و هوسبازی که آنها خاصی آدمانی بدکردار بوده مهنت را بدبختی و زندگی بیکار خوجگی را خوشبختیشان می شمارند افتاده باشیم، باوری دارم که به نزدیکی ما در حقیقت خودمان را دفاع کردن نمی توانیم و نعمتهایمان را از دست می دهیم. آخر روز به مردان شجاع مبدل شدن کفایه نیست که تا آخر عمرش انسان چنین باقی می ماند، به شرطی که اگر همیشه درباره آن غمخواری ظاهر نکنید. مانند آنکه هنرمندی در صورت بی‌اعتنایی به سقوط می رود و جسم‌های حتی خوب رشد یافته و روز پژمرده می شوند، به شرطی که اگر آدمان درباره سالمی خود بی‌پروا باشند. و به همین مانند احتیاطکاری و با تمکینی و جسارت نیز به صفت بدی جانب مقابلشان تبدیل می یابند اگر تنها آدمان مشق و تمرینشان را قطع کنند. از این رو بی‌پروایانه عمر به بردن و به لذت‌های ناچیز نباید داده شد. البته به دست آوردن حاکمیت کاری بزرگ است، ولی روز آن را به دست آوردن و حفظ کردن از این هم مشکل تر می باشد، چونکه اکثراً آن برای شخص امکان پذیر است که تنها دلیری ظاهر کرده است، ولی نگاه داشتن این دستاورد به احتیاطکاری، تحمل پذیری، غیرت شدید و بزرگ شما نگاه داشتن ممکن نیست. با در نظر داشت همه این، ما باید برای تقویت مهارت حربی امان باز هم بیشتر از آن که تا به دست آوردن همه این نعمتها داشتیم مشق و تمرین نماییم. زیرا باید همه جانبه درک کنیم که هر قدری که آن را انسان بیشتر کسب نماید، همان قدر آدمان به او حسد می برند، به مقابل او قصد می کنند، دشمنی او می شوند، خصوصا هنگامی که او به مثل ما دارای مال و ملک گردد و دیگران را مجبور می کند که برخلاف خواهش و ارادهشان به او خدمت کنند. البته ما می توانیم به خدایان امید بندیم، زیرا مال و ملک خود را نه برخلاف قانون و همچون جنایتکار، بلکه برعکس همچون جبر دیده بی نیتی بد و کسی دیگر که او را
برای آن جزا داده ایم به دست آورده ایم. اما پس از کمک خدا درباره اصول قوی ترین مبارزه ما باید خودمان اندیشه کنیم. این احساسی سزاوار قدرت به دلیل برتری داشتن بر افرادی زیر تصرف خود می باشد. البته ما باید به غلامانمان اجازت بدهیم که گرمی و سرما، گرسنگی و تشنگی، خستگی از کار و نیاز و خواب را احساس کنند. با وجود این ما باید کوشش به خرج دهیم که پیش از دیگران از همه این گونه آزمایش ها گذریم. از طرف دیگر و دانش و مشق‌های حربی جلب نمودن آنهایی که می‌خواهیم آنها را به غلام و خراج پردازان خیش مبدل سازیم به هیچ وجه کاری حتمی نیست. ما باید در کارهای حربی برتری امان را نگاه داریم و در خاطر داریم که خدایان آنها را برای آدمان دیگر همچون آلات آزادی و خوشبختی عطا کردند و با همین هدف ما فرمانبردارانمان را از یراق و اسلحه محروم ساختیم. ما خودمان نباید هیچگاه از آنها جدا باشیم، زیرا باید یک نکته را دقیق درک کنیم: کس هر قدری که به سلاح نزدیک باشد در هر لحظه استفاده بردن آن برای او آسانتر می شود. اما شاید به معنی سری بعضی شما چنین اندیشه آید: چرا ما باید به جامعه عمل پوشیدن آرمانهایمان نائل گردیم در حالی که هنوز به گرسنگی، تشنگی و زحمت و تشویش‌ها تاب آوردن لازم می آید؟ با وجود این باید درک کرد که خوشبختی بیشتر شادی می آرد اگر پیش از رسیدن به آن به حدی بیشتر باید زحمت کشید. آخر زحمت داروی بخت و سعادت است و اگر چیزی را به احتیاجات به دست آورید، هر قدر طعامی با حشمت را برایت پیشنهاد کنند هم لذت نمی بخشد. پس چون خدایان برای به دست آوردن ثروت‌هایی که آنها را آدمان تنها آرزو می کنند به ما کمک رسانده اند، از ما لذیذتر ساختن نعمت‌های عطا کرده اشان وابسته است و پس معلوم است که در مقایسه با آدمان ثروتشان کمتر ما در آن چیز از برتری بیشتر برخوردار خواهیم بود و آن را در حال گرسنه بودنمان با چشیدن طعام‌های لذیذترین، در حال احساس تشنگی با استعمال نوشاکی‌های گواراترین و هنگام احساس احتیاج به استراحت با استراحتی گوارا درک کرده می‌توانیم. برای همین تصدیق می‌کنم که حالا ما باید بیش از پیش برای کمال نجیب تلاش ورزیم تا به وسیله بهترین و گواراترین به سعادت نائل گردیم و از بزرگترین رنج و مشقت‌ها در کنار باشیم، زیرا به خوشبختی نائل نشدن آنقدر دهشتناک نیست، بلکه در مقایسه با آن از دست رفتن چیزی که الکی به دست آورده شده است تلخ‌تر است. همچنین اندیشه کنید: اگر ما به خودمان اجازت دهیم که حالمان نسبت به پیشتره بدتر باشد، پس در حمایه خود به کدام دعوای استناد می‌ورزیم؟ نه خود برای آن که ما حکمرانی می‌کنیم، اما به هیچ وجه مناسب نیست که حاکم از تابعانش بدتر باشد. یا شاید بر آن دلیل که حالا ما را نسبت به پیشینه خوشبخت‌تر اعتراف می‌کنند.
اما در این حالت گفتن ممکن است که خوشبختی را نقصان همراهی می کند، یا بر آنکه ما غلامانی به دست آورده ایم که آنها را برای فرومایگیشان جزا داده می توانیم. اما آیا درست است که خودمان ناقص بوده دیگران را برای فرومایگی یا کاهلیشان جزا دهند؟ این چنین به نظر گیرید که ما آمادگی گرفته ایم که پاسبان‌های سیرشمار را برای محافظت مال و ملک و حیاتمان نگاه می داریم. پس اگر برای بی‌خطری تنها به امید محافظان شخصی خود باشیم و خود را محافظت نکنیم، مگر شرمندگی نیست؟ عموماً برای همیشگی باید درک کرد که از شجاعت و دلاوری عالی خود شخص پاسبانی با اعتماد تری وجود ندارد. این صفت باید حتماً به هر کس خاص باشد. اما کسی که شجاعت ندارد فضیلت‌های دیگر را هم ندارد. پس درباره عهده‌داری‌های شما باید چی گفت؟ شجاعت را چطور پروریدن ممکن است و آن را در کجا باید مشق و تمرین کرد؟ در این مورد جنگاوران، من به شما چیزی نوی را گفته نمی‌توانم، مانند آن که در فارس حماتیم‌ها روزهایشان را در بناهای حکومتی می‌گذرانند. و فکرم ما هم از بس که حماتیمیم باید در اینجا بمانیم و در همه کارها عیناً همان گونه‌ای که در آنجا قبول شده است در اینجا رفتار نماییم. آنگاه شما نیز که در اینجا حضور دارید و فعالیت مرا مشاهده می کنید، باوری حاصل خواهید کرد که من وقتی خود را برای اجرای کارهای ضروری صرف می کنم و در نوبت خود شخصاً شما را مشاهده کرده می توانم و آنهایی را که مشغول کارهای شریف می بینم پاداش خواهم داد. با همین مانند بیایید فرزندان خود را هنگامی که به دنیا می آیند در اینجا تربیت کنیم. ما خودمان به شرافت خواهش نمونه عبرت فرزندان خود بودنمان بهتر خواهیم گشت و آنها نیز حتی اگر خواهشی بلند داشته باشند هم بدکار بودنشان آسان بودن نمی تواند، به شرطی که اگر یگان چیزی شرم‌آور را نبینند و نشنوند و تمام روزهایشان را برای کارهای نیک صرف کنند. شما گفتار 64 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.